من برای یادگیری برنامه نویسی حتی 1000 هم خرج نکردم. چطورین بچه‌ها؟ عیدتون مبارک. امیدوارم امسال سال خیلی خوبی باشه براتون، پر از اتفاقای خوب، پر از حسای خوب، پر از پیشرفت، موقعیت‌های کاری خوب، پروژه‌های خوب. امیدوارم که امسال حسابی بهتون خوش بگذره. من یک لیستی از بهترین دوره‌های دنیا که رایگانن و توسط بهترین اساتید دنیا آماده شدن رو قرار بهتون بگم. بریم سراغ اولین دوره که خفن‌ترین دوره رایگانیه که توسط دانشگاه هاروارد تهیه شده. هاروارد. من نمیدونم تا وقتی که دوره‌ای که دانشگاه هاروارد تهیه کرده به اسم CS50's Introduction to Computer Science توی فضای اینترنت وجود داره و رایگانه، چرا باید بریم پول دوره بدیم؟ واقعا چرا؟ این دوره یکی از خفن‌ترین دوره‌های موجود توی اینترنته که تقریبا استاد یا سایت یا کانال یوتیوبی نیست که توی برنامه نویسا معرفیش نکنه و پیشنهادش نکنه. have a 1. Well, how do I count higher than 1? I, of course, need another light bulb, so let me grab another one here. And if I put it in that same... من به عنوان شروع به اونایی که میخوان شروع کنن برنامه نویسی رو به همشون پیشنهاد میکنم که این دوره رو بگذرونن. هم میتونید ویدیوهاشو دانلود کنید، رایگان خیلی راحت ثبت نام میکنید، تحریم و اینا وجود نداره، راحت میتونید این دوره رو بگذرونید و از بیس کامپیوتر ساینس رو درست یاد بگیرید توسط کسایی که بهترین کتابای دنیا رو نوشتن، توسط کسایی که اینا رو دارن به نخبه های دنیا درس میدن. بیان این دوره رو یاد بگیرید. به عنوان شروع، نقطه اول برای شروع برنامه‌نویسی، برای اونایی که هیچی زمینه ندارن برای یادگیری برنامه‌نویسی، به نظر من بهترین مرحله است برای شروع این دوره. سریع برین ثبت نام کنید، دوره رو استارت بزنید. بودو ببینم، بودو وای نست. خب یک سایت معروف دیگه که مطمئنم همتون راجبش شنیدید و شاید خیلیاتون دست کمش بگیرید، سایت W3 School'ه که برای شروع به نظر من واقعا خوبه. سایت W3 Schools به نظر من نقطه شروع خیلی خوبیه، هم خیلی سبکه، یعنی همون اول مثلا شما با یه حجم دیتای زیادی مثلا یا اول فصل 600 تا ویدیو باید ببینم 2 هفته وقت دارم دوره رو دیدین دیگه، مثلا میگن تو 2 هفته باید مثلا اینقدر ویدیو رو بگذرونه. اونایی که کم حوصله ترن، سایت W3 School براشون نقطه شروع خوبیه. از خوبیایی که سایتش داره اینه که هر تیکه کدی که یاد میگیری، مثلا از همون هلو وردش بگیر تا آخر، خودش یه دونه ادیتور داره توی سایتش که میتونید اونجا کد بزنید و همون لحظه خروجیتون هم ببینید، یعنی خروجی میتونید بگیرید، کدتون رو بنویسید تا خروجی بگیرید. از این نظر به نظر من سایت هایی که این قابلیت رو دارن که همون لحظه که یاد میگیرید میتونید کد بزنید و خروجی بگیرید، به نظر من این best practice، یعنی بهترین نوع یادگیریشه که همون لحظه که کد یاد گرفتی، مثلا من console.write line رو مثلا یاد گرفتم. چه جالبه console.write line رو بزنی مثلا چیزی چاپ میکنه، چیز جالبی یاد گرفتم. خب حالا بعد نه این واقعا به درد نمیخوره. خب بریم سراغ یک دوره رایگان دیگه که پایه برنامه نویسی شما رو خیلی قوی میکنه و خوب همه چیز رو بهتون یاد میده و اونم یک دوره رایگان تو کورسرا به اسم The University of Michigan's Programming for Everybody Getting Started with Python. این دوره توش پایتون رو آموزش میده. به نظر من پایتون از اون زبانهاییه که خیلی یوزر فرندلیه و خیلی واجبه که همه بلدش باشن. هر برنامه نویسی یه ذره پایتون باید بدونه به نظر من. این دوره همطور که میبینید تا حالا 3 میلیون نفر توی کورسرا تو شرکت کردن. رایگان شرکت توی این دوره و شما میتونید راحت وارد این دوره شین. امتیاز ریتینگش رو فقط میخوام ببینید 4.8/5 بین این همه آدمی که شرکت کردن. واقعا ریت بالایی داره و خیلی بیگینر فرندلیه، یعنی واسه اونایی که اول کارن تازه شروع کردن هیچی از برنامه نویسی نمیدونن، خیلی نقطه شروع خوبیه. سایت بعدی که از خفن ترین سایت هاییه که من خیلی دوستش دارم، کد کامبته.
دوست داری که بازی کنی و برنامه‌نویسی یاد بگیری؟ اگه دوست داری این سایت مختص توه. سایت کد کامبت سایتیه که میتونی توش خیلی رایگان و خیلی شیک و مجلسی بری بازی کنی و همزمان توی بازی برنامه‌نویسی یاد بگیری. این چی بهتره؟ چی واقعا این سایت حدود 20 میلیون یوزر داره از سراسر دنیا و اصلا هیچ محدودیت سنی نداره، از هر سنی میتونن شروع کنن و علوم نرم افزاری و علوم کامپیوتر و مفاهیم برنامه‌نویسی رو راحت اینجا یاد بگیرن توی زبان‌های پایتون، سی پلاس پلاس، لوآ و نمیدونم جاوا اسکریپت، جاوا. راحت میتونی هر چیزی که دلت میخواد اینجا یاد بگیری به صورت رایگان. آقا بازی کن و برنامه‌نویسی یاد بگیر دیگه راحت. عشق. امتیاز این ریتینگ این سایت هم از نگاه کاربرا 4 از 5 بچه‌ها. خیلی ریتینگ بالاییه که بتونی با 20 میلیون یوزر تو بتونی 4 از 5 بگیری، پس معلومه کارش درسته. سایت بعدی که مخصوص تقریبا دانش آموزاست، هر دانش آموزی میتونه وارد این سایت بشه و برنامه نویسی رو رایگان و با یه سری پروژه های خیلی فان و باحال یاد بگیره. این سایت اسمش code.org و هدف این سایت هم دقیقا خودشون میگن که هدفشون اینه که بتونن کورس آنلاین رایگان برای همه دانش آموزای سراسر جهان قرار بدن. هر کسی بتونه اون ذهن برنامه نویسی و علوم کامپیوتر و اینا رو خیلی رایگان در اختیار داشته باشه و یاد بگیره. از سن 5 تا 11 سال شروع میشه تا 11 سال به بالا. مثلا سایتش رو برین نگاه کنید، یه عالمه پروژه های باحال داره که میتونید یاد بگیرین، برین باشون کار کنین. این سایت هم خیلی ریتینگ بالایی داره، 4 از 5 ریتینگش. یه سری مهارت های برنامه نویسی که خیلی فاندامنتال و ابتدایی اون کمک میکنن که در دانش آموزا از سن کم شکل بگیره که بزرگتر که شدن و درگیر پروژه های بزرگتر شدن راحت بتونن اونها رو فیکس کنن و به نظر من خیلی سایت خفنی. مدرسه بودم اینو سایتی که دارم معرفی می‌کردم. اگه دور و بریاتون کسی میشناسید که ممکنه به درش بخوره حتما این سایت رو بهشون معرفی کنید. سایت بعدی فری کد کمپه که خیلی از برنامه‌نویسای معروفی که تو آمازون و نمیدونم سایتی مثل متا و اونجور چیزا کار میکنن از این سایت میگن که برنامه‌نویسی رو یاد گرفتن. این سایتی خوبی که داره، شما حالا با توجه اون چیزی که میخواین یاد بگیرید، مثلا جاوا اسکریپت میخواین یاد بگیرید، مثلا میخواین فرانت اند یاد بگیرید یا دیتابیس یاد بگیرید یا هر چی، یه دوره رایگان در اختیار شما میذاره. میگم کاملا رایگان، میتونید برین یاد بگیرین قشنگ چی به چیه و آخر اون دوره به شما یک سرتیفیکیت هم میده که در واقع به قول خودشون verified certificate و شما میتونید سرتیفیکیتش هم بعداً توی لینکدینتون این برابر بذارید که همون بشه رزومتون. یه سری پروژه هایی داره و شما میخواد که یه سری کارا رو انجام بدین و همزمان توی پروژه شما اون کارا رو یاد میگیرین. سایت بعدی که از سایتایی که خودم هم اولا که شروع کرده بودم برنامه‌نویسی یاد گرفته بودم، یکی از استادان به معرفی کرده بود، کد آکادمیه. این سایت هم هر دوره‌ای که بخواین، هر زبان برنامه‌نویسی که بخواین توش هست، از سی شارپ و سی پلاس پلاس گرفته تا نمیدونم بش و گو و جاوا و جاوا اسکریپت و کاتلین و همه چی توش هست. خیلی دوره خوبیه، خیلی خوب میتونید یاد بگیرین. کورسش هم همه فریه، ریتینگاش هم میتونید بریم، مثلا سی شارپش 4.4 ریتینگش که خیلی چیز خفنیه و این هم مثل دقیقا W3 School، شما همون لحظه که یاد میگیرین همون لحظه میتونین کد بزنین، همون لحظه خروجیشو ببینید. اصلا خیلی خفنه، واقعا از سایت‌های خیلی خفنیه که من خودم ازش خیلی یاد گرفتم و یه جاهایی که میگم این سه جاها رو مشکل داشتم، موقعی که میخواستم SQL یاد بگیرم با این سایت یاد گرفتم و خیلی دوست داشتم. کلا خیلی خفن و باحاله، خیلی UI باحالی داره همونطور که میبینی. برای اولین کار میخواین سبک شروع کنین
کد آکادمی از سایت‌های خیلی خوبیه. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از ویدیویی که قولشو داده بودم بهتون. تو ویدیو بعدی ان شاءالله میرم سراغ کانالای یوتیوب خوبی که توی اینترنت هست و دوره‌های خیلی خفنی دارن. توی مثلا کانال یوتیوبشون کورس گذاشتن و خیلی خوبن. خواهش میکنم که معطلش نکنید. اگه میخوایم برنامه‌نویسی شروع کنید، هی خیلی من سوال میپرسن که ارزش داره من برنامه‌نویسی شروع کنم؟ هوش مصنوعی اومده گفته مثلا جای ما رو میگیره، هوش مصنوعی ما رو بیکار میکنه. بچه هوش مصنوعی هیچ وقت یک برنامه‌نویس توانا و خوب رو نمیتونه جاشو بگیره، هیچ وقت به اون مرحله نمیرسه. اگرم به مرحله رسید که هوش مصنوعی دیگه انقدر خفن شد که هر چی گفتیم مو به مو درست انجام داد که والا ما که از چت جی پی تی و اینا که داریم کمک میگیریم از هر 10 بار فقط یک بار یه چیزی میگه که دقیقاً همون چیزی که ما میخوایم. 1000 بار ازش سوال میپرسی، 1000 مدل باید حالیش کنی که اون چیزی که میخوای چیه تا نهایتا بتونی ازش جواب بگیری و اصولاً میتونی ازش راهنمایی بگیری. هوش مصنوعی صرفا میتونه که کار شما راحت‌تر و سریع‌تر کنه، یک ابزاره. هوش مصنوعی دقیقاً الان هوش مصنوعی مثل ماشین حسابای قدیمه. زمانی که حسابدار اومده بودن فکر می‌کردن دیگه ماشین حساب اومده جای حسابدارا رو قرار بگیره. هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد، فقط کار حسابدارا راحت شد. میگم حتی اگه علم انقدر پیشرفت کرد که یه هوش مصنوعی خیلی خیلی خفنی اومد که واقعا دیگه هر چی بهش گفتی انجام داد، باز هم برای کار با اون هوش مصنوعی یک برنامه نویسی، کسی که ذهن برنامه نویسی داره احتیاجه. اصلا نگران چی هستین بچه‌ها؟ هیچ وقت ترس از دست دادن شغلتون نداشته باشین تا وقتی که علمشو دارین، تا وقتی که سوادشو دارین. سواد برنامه نویسی به نظرم برای هر کسی لازمه یک مقداری داشته باشه، حتی کسی اصلا نمیخواد وارد این حوزه شه. پس دل نکنید، استارتو بزنید، شروع کنید یاد گرفتن. نگران هوش مصنوعی هم نباشین. خب بچه‌ها، امیدوارم که ویدیوهای بعدی ببینمتون. خیلی دوستتون دارم. سال خیلی خوبی داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.